سلام دوستان، خوش اومدین به یک ویدیوی چالشی بین من و این آقا ملعون. این ملعون. سلام نمی‌کنید آقای ملعون. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر واقعا. خب دوستان، شاید واسه سوال باشه برنامه چالشی امروز چیه؟ امروز قرار جفتمون یه غذا رو درست کنیم، یعنی قرار جفتمون ماهی درست کنیم، ولی نه به صورت عادی. تمام آیتمایی که داریم رو به صورت شانسی قراره به دست بیاریم. مثلا اگر من مایتابه به دست بیارم، این آقا دیگه مایتابه نداره. اگر من پیکنیک به دست بیارم، این آقا دیگه پیکنیک نداره. اگر این آقا نمک و فلفل به دست بیاره، من دیگه نمک فلفل ندارم. اگه این آقا قاشق به دست بیاره، من دیگه قاشق ندارم. و باید با هم دیگه چیکار کنیم؟ با هم دیگه رقابت کنیم دیگه. ببینیم کی میتونه با آیتمایی که داره غذای بهتری درست کنه. امیدوارم که پیکنیک به من نیفته ولی مایتابه بهم بیفته. مایتابه بیفته، پیکنیک نیفته. پیکنیک اگه بهت بیفته تو دیگه نمیتونی رو پیکنیک ماهی درست کنی، ولی اگر پیکنیک بهت بیفته مایتابه هم بیفته شانس زیاد. خلاصه که باشین تا ته ویدیو ببینین دیگه. بریم با هم دیگه شروع کنیم دوستان. بدرود چی بابا، برو داخل این. بریم داخل ساله. مثلا ساله صداش اینجوری، ساله زمین خورده. اگه دقت کنید بالای لبش بخیه است، نمیتونه درست صحبت کنه. آره، خاطر همین کم میتونم صحبت کنم. آره. هم نباید بخندم، هم باید کم صحبت کنم. داستان نباید بخندم هم داستانم تعریف کنم. من خونه بودم، بعد یه 2 تا شهر با هم دیگه فاصله داریم. بعد زنگ زد به من و زمانی که زمین خورد، بعد زنگ زد گفت میتونی بری دنبالم. خلاص من رفتم دنبالش و اینو بردیم بیمارستان و بردیم یه شهر اونورتر بیمارستان. و بعد اومد تو ماشین نشست، گفت دکتر به من گفته سرتو بالا نگه دار و نخند. از جلوی بیمارستان تا در خونهشون داشتیم میخندیم. نیم ساعت 40 دقیقه راه رو فقط داشتیم میخندیم. خیلی خوب بود دوستان، جای شما خالی. سلام، من میگه گمان هستم. دهنت ببند. دوستان اومدیم که گردونه شانسی رو بزنیم دیگه. اول تو؟ آره اول نمیزنم. بزن ببین واسه چی میفته. فیلم نگرفتم. گرفتم. از اینجاش گرفتم. آتیش افتاد بخیر. آتیش منه. اولیش آتیش شده. من به من چی میده؟ به من فلفل داد دوستان. فلفل رو من گرفتم، این دیگه فلفل نداره. نمک هم من دیگه. قاشق نداریم جو. فویل نوشتم فویل. هم فویل خودم. نمک رو گفتم من میخوام. دیدی؟ چی اومد؟ نمک. آفرین. نمک. بزنم خودم. چی رو میزنیم؟ وسط سفر باید بزنیم که اینو زدی چه؟ من خواستم چیز عوض زدم، عوضش کردم من. آتیش پیکنیک افتاد به تو. بدبخت شدم. بدبخت شدی، کالا به کالا میگیم. فویل افتاد به من. من مایتابه میفرستم. قاشقم که افتاد به من. مایتابه افتاد به تو، قاشق افتاد به من. یه همین الان یه چیزی کنیم. تو آتیش و پیکنیک رو گرفتی دیگه. من قاشقمو میدم به تو، تو آتیشتو بده به من. آقا یه کار دیگه من آتیشم بهت میدم. خب یه کوچولو نمک به من بده. اگه نمک بهت بدم قاشق چوبیت هم میگیرم. نه این مصطفی. خب تو قاشق آهنی داری، قاشق چوبیتو بده به من دیگه. من چوبی باش، قاشق چوبی واسه. حله؟ آره. جلو دوربینا. باش. حله. پس تو آتیشتو، قاشق چوبیتو میدی به من. آره میدم به تو. من نمک و قاشق بدم دیگه. آره. حل آقا، بریم واسه ویدیو دوستان. آره. باش بستم. البته که اونقدرم به نفعم نشد. پیکنیک و مایتابه و قاشق همه چی داره دیگه. فلفل لازم نداری، من فلفل هم دارم. اشکال نمک یه ذره کم بهش میده. دوستان ویو رو نگاه کنین، بریم واسه ویدیو. خب دوستان، من یه قاشق درست کردم. بعد همینجوری که داشتم اینو درست می‌کردم گفتم
یه فکری بزنم. به خودم گفتم که خب من که فویل دارم پس میتونم قاشق درست کنم، درسته؟ پس ما الان از فویلمون استفاده میکنیم و قاشق درست میکنیم. کارو بگیرین دوستان. این الان یک قاشقه که من که میتونم باش روغنم بریزم رو ماهی. آدم در محدودیت ها ستاره میشه. اینم که نمیدونم چیه ولی خب این قاشق اولیه است، این قاشق ثانویه. قشنگ اندازه قاشق هم هست. قبول داری؟ جای دستم داره. اصلا حرفه‌ای نکنین. بیشتر شبیه بیله ولی خب حله. خب دوستان وقتی میایین طبیعت باد بزن یادتون میره، بهتون یه باد بزن یاد میدم که عشق کنین. یه بطری میگیرین. طبیعت هم که همیشه بطری هست دیگه. شما هر جا برین مثلا امکان نره برین طبیعت و آشغال نباشه دیگه. سر بطری و ته بطری رو میبریم دوستان. به همین صورت که میبینین همین آسونی سر ته بطری رو که بریدین بعد این از وسط میبرین. بعد میبرینش روی آتیش بهش گرما میایستی. تو این مایه ها میشه که شما بعدن یه باد بزن دارین بهش میگن باد بزن جنگلی. یه تو این مایه بتونین راحت باش باد بزنین. مثلا اینجا رو نگاه کنین خیلی راحت. حالا من گرما ندادم باید بهش گرما بدین. اینم حرفن دیگه. شما میتونین یاد بگیرین و استفاده کنین و لذتش رو ببرین. خب دوستان برای اینکه ما مایتابه فویلی خودمون رو درست کنیم یه این ابعاد نمیدونم چقدر دیگه انقدر شما در نظر بگیرین. نیم متر. نیم متر میگیرین و دولاش میکنین. فویلتون هم باید کلوف باشه چون نباشه که اصلا نمیتونین غذا درست کنین روش و به جای مایتابه درستش کنین. اولین کاری که میکنیم ما چیکار میکنیم؟ 4 طرف این رو تا میزنیم به هر طرفی که میتونیم. خب که زاویه هاش رو اول ببندیم. بعد از اینکه زاویه هاش بسته شد ما نیاز داریم که مایتابمون رو یه جوری درست کنیم که روغن ازش بیرون نزنه دیگه. درسته یا نه؟ چقدر تو باهوشی. وای چه صدای ماشینی داشت. از خودم بگیر چه صدای ماشینی داره. بریم بهش بدیم دوستان. گل پلشت درک نمی کنم فاز اینا رو. خب دوستان نگاه کنین این الان تا اینجای کار. حالا ما چیکار میکنیم؟ ما حالا اینا رو که تا زدیم و دوباره یه جوری میاریم بالا که روغن از درونش به بیرون هدایت نشود و ما یه مایتابه داریم. برای ما اینو بتونیم ازش استفاده کنیم نیاز داریم که بهش حرارت بدیم. برای حرارت دادم یه مقدار زغال این زیر میریزم. اینا هم برگردونم سر جاش برگشتون بگیره چون بعد با حرارت کم بپزمش. هی بعد بهش آتیش اد کنم زغال اصلا بهش زغال اد کنم. حالا بعد چیکار کنیم؟ حالا از ادامه اینو بعد بذاریم این رو و بذاریم که بهش حرارت برسه. قشنگ داغ میشه. یک مقداری آب میریزیم داخلش دوستان. و میذاریم که همین تو بمونه و از زیر نم نم بهش باد میزنم که این آب اون تو به جوش بیاد و این تمیز بشه. باید نزدیکم بگیر بچه ها ببینم. حله دوستان. خب دوستان ما میریم که روغن رو بریزیم دیگه تو این فول. امیدوارم که بشه داخلش غذا سرخ کرد. نره اون سمتی. همه روغن هم داره میره اون. چیکار کنم؟ شیب داره دیگه. خب چیکار کنم؟ شیب نداشته باشه. سر نمک رو لطف کنید آقای فیلم بردار بکنیم. باز فکر کنم. خب دوستان این ماهیای من آماده است. الان نمک خورده. بریم واسه سرخ کردن. دوستان ما
روغن رو پخش میکنیم. امیدوارم داغ شده به نظره. نمیدونم داغه؟ نه من باید داغ شه مایی رو بذارم. داغ نشده بزن. ما بریم این آماده پخت شد میریم. خب دوستان روغن ما دیگه آماده است. امیدوارم البته میریم که اینو بذاریم داخلش. خیلی آماده بود روغنمون. نه چک زد نه چونه. خیلی آماده است روغنمون. حتما بنده میتونم با این روغن ماهی سرخ کنم دوستان. بریم ببینیم چی میشه. قطعش. خب دوستان همونجوری که می‌بینیم ما اینو اد کردیم و صدای جلزلزش هم میاد. میریم واسه بخش آقا سولی. بعد دوستان آقا ساله رو می‌بینیم. پیگی رو گذاشته. ماهی تا برم نفر دو دیگه سرخ کنیم بسته دیگه ها. به به. روغن هم ریخته. آره بابا. روغن منم از اینجا داره نشت میده دوستان می‌بینین. از این لبه. به روغن دارم میرسم. خوبیش اینه که ماهی من حداقل آروم آروم میپخه و تمیز، یعنی خوش مغز خوش پخت میشه. بریم روغن آیساله داغ شو بیایم دیگه. آقا ساله خدا حافظ. بریم تو روغن. ماهی منو نگاه کنین. منظره از بچه‌ها بگیر. نه میخواد منظره داشت ویدیو چالشه. بدبخت. این من چی دارم درست میکنم. کارو داری. نشی داره ولی تاش داخلش نمیره. نگاه کن. ای خدا چی کار کردم ای. جانم. با قاشق تو نگاه کن. بدون هیچی قاشق ساعت الان مثل ساعت کارا میریم الان آسالو بندازیم زغالش. چیزش داغ شد دیگه ماهی تابش. کاش که ماهی تاب کمپینگمون چیز اجاق کمپینگمون رو می‌آوردیم. چرا نمی‌بردیم؟ چرا پیکنیک آوردیم؟ یادمون میره. دممون گرم. روغن داغ شد برو تو کارش سید. چش استاد. بارکلا. نسوزی یا ساله وسط خیلی گذاشتی وسط. چی شد؟ چیز گرفتن. به چه دلیل؟ روغن داغ. بذار اون گوشه سمت دسته. تکون نده ماهی رو دیگه گذاشتی تکونش نمی‌کنی. بذار. خب حل داشتی حل ولی. خدا واسه اولین بارم دارم ماهی سرخ می‌کنم. تجربه چطور بود؟ ریخ روش یه خورده بچه‌ها روغن. حل دوستان از قاشق خودم هم استفاده کنم. شما نگاه کنین فقط. آقا سال نظرت چی از این قاشق؟ اولی داشت. من فکرم نمی‌کردم اینجوری درست کنیم. آه نگاه کن. قاشق معمولی بهتره. خدایی عجب قاشقی درست کردم آجی پشما. بریم واسه آقا سولی رو هم ببینیم. اینم واسه آقا ساله است دوستان. گذاشته اینجا در حال جلز یه نگم براتون دیگه. یکی رو برگردون برو سراغ دومی آقا ساله. به به کمکش کنم کم بچه‌ها. من اینجایی که می‌بینی سالشون درست نگرده داشت. اینجایی که می‌بینی سفیده رو همه رو با قاشق اینجوری بزن بذار تلاش. اینم مایه منو دوستا. دوستان منو می‌بینین که اینجا دارم زور میزنم ماهی رو درست کنم و در این ور صحنه آقا ساله که ماهیاش رفته واسه درست شدن. خدایی تایمو میبری. چرا میچرخونیش بذار همورش بپزه دیگه. اون ورش این ورش که پشتش پوستش که پخته این ورش بذار بپزه. به عجب چیزی زد آقا ساله دوستان. حال کنیم. به جاتون خالی دوستان. از اونجایی که ما بشقاب نیوریم دوباره آقا ساله بذار تو بشقاب. بذار فرق کنه هر جوری میذاری بذار. چقدر خوشگله آجی پشمام. روغنشو بگیر قشنگ روغنشو بگیر کامل روغنشو بگیر. بذارش اینجا.
این واسه آقا صالح است دوستان، آماده خوردن. بریم واسه من آماده شه بیاین. میخوای کمک کنم؟ اگه فیلم بگیری ممنون میشم. یه جلو فیلم بگیرم، میخوام بچرخونم اینو. بره زیرش تموم آرست. پس این نپخته خب، ولی پخته است دوستان. اگه نپخته بود اصلا جدا نمیشد، یادتون باشه. مایه منم آماده داره میشه دوستان. یه 5-6 دقیقه دیگه مایه منم آماده است. دیدی گوشت میدیوم ریر اینا داره، از من بگی. دیدین که گوشت میدیوم ریر ولدان داره، واسه من ریره کاملا. شوخی کردم آقا، سگ ریر نیست. بریم واسه منم آماده شو، بریم واسه تستش، بریم واسه کی بهتر. مایای منم دیگه آماده است، من مایامو ور میدارم. حل دوستان اینا میریزیم بره روغن که واسه طبیعت دیگه مضر نیست که. نه نمیدونم. اینم به عنوان پیش دستی میخوام با خودم ببرم دوستان. بریم. خب دوستان این دوتا رو من سرخ کردم تو همین مایتابه‌ای که زیرش میبینین. باورتون میشه تو همین مایتابه من ماهی درست کردم. و شاید فکر کنید خب اینم که آقا صالح رو اجاق درست کرد و بسیار سرخ و خوشمزه است به نظرم. آقا صالح نظرت؟ نظرم کار خیلی آسونی بود. بله. واسه شما که بله. نظر دیگه عرفان هم سعی تلاش خودشو کرده. داداش واسه من به قرآن بد نشده، بگی ویدیو از من. دوستان من نگاه کنید، من قاشق نداشتم. خب تو اول ویدیو دیدین، ولی با فویل من واسه خودم قاشق درست کردم. قاشقه ها، یعنی اصلا توپ تکانش نمیده. مایتابه نداشتم، نگاه کنید با همین من ماهی درست کردم. و حالا میخوام اینو بهتون نشون بدم. اینجا رو بگیر. اینجا نگاه کنین وقتی ما ببینیم یه ماهی خوب پخته یا نه. نصفش اومد اینجا، ولی خب حال کردین دوستان. ما بریم تست کنیم، نظرمون رو به شما میگیم. ولی واسه من نارنجی تره. واسه خیلی خوشم. آقا صالح واسه من گرفتی دیگه. نظر صادقانت هم بگو. باشه؟ لقمه رو کرد. قارچ بیار. این قارچ هم چیزای خودمونه، گلاشو خوردیم، ساقاش خوردیم، کباب کردیم. نظر صادقانه بده نسبت به چیزی که الان خوردین آموسم. خوشمزه. خدای خوشمزه است نیست؟ ماهی کبابی. عشق کردی خدای چی درست کردم بدون اجاق. رو آتیش بدون مایتابه بدون قاشق. من خودم قاشق درست کردم. یه کاری کردم ماهی رو بگیر که سال نه، حالا با این یکی میخوام کار انجام بدم. نگاه نظر چی؟ ماهی خیلی خوشمزه. بذار خودشو تست کنم دوستان. نظر من اینه که واسه من ترد شده، واسه تو دقیقاً مثل ماهی کبابی شده. این تیغا چون خیلی تیزه هم نمیشه. هر کدوم که تیزه به من بگوین، تکمه که منو داغون نکن. میگیرم تیزاشو. من خوردم، من تیزاشو خوردم دیگه، تیز نداره. خب یه دونه هم قارچ میذاریم لاش. ساقه قارچ صبحانه خوردیم، ساقه‌اش آورد کباب کردیم. واسه میاریم کباب کنیم دیگه. صبحانه گولمون زد دوستان. خیلی خوشمزه است، فقط نمکش یه خورده کم. اشکال نداره. اونم چون نداشتی بود دیگه خورده نمک استفاده کردم، واقعا هم یه خورده استفاده کردیم. خوشمزه است. ولی من خودم واسه خودم بیشتر هستم واقعا. دروغ چرا؟ تو چی؟ من واسه خودم دوست دارم. ما بریم دیگه غذا رو بزنیم دیگه. بیا تو غذا و تمومش کن. بله دوستان ما اینجوری چوب جمع می‌کنیم. از چوب شکوندن آقا صالح واسه ویدیو بگیرم. هیزم درست کردن و چوب شکوندن که چوبا شکسته بود زده. نگاه اون چوب خشکار می‌بینین اونجا. برگ خشک‌ها اینجا. همه درختای تازه رو میزنن ببینن تره، نمیتونن بسوزونن.
ما هم میایم اینجوری ایزوم جمع می‌کنیم واسه ویدیوهای بعدیم. درست آقا ساله؟ بله. دوربینم یه نگاه بنداز بچه‌ها رخ تو رو ببینن. اینم از آتیشی که آقا ساله درست کرده که گرمای ملویی میاد سمتمون حال میده. خدای حال میداد. خب دوستان ما واسمون هم می‌بینین جمع کردیم. نصفش اوری نصفش اینجاست. آتیشمون هم خاموش کردیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. واقعا به لایک و کامنت و ساب و حمایت شما نیاز داریم دوستان. بس لایک و کامنت و ساب کنین. و اینکه امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. سعی می‌کنیم ویدیوهای بعدی رو هی بهتر و بهتر کنیم. خدا نگهدار. خدا تا برنامه دیگه. بدرود. بریم تو سال تموم بشه.